سلام عرض میکنم خدمت همه حضار محترم، خانم آقایون، به ویژه استادان گرانقدر خودم که در محضرشون شاگردی کردم. آقای ریچارد روملت استاد دانشگاه هاروارده و اعتقاد داره، یه فیلسوف استراتژیست و اعتقاد داره که استراتژی در سازمان ضرورتی نداره مگر اینکه سازمان با یک چالش بزرگ روبرو باشه. اگر با توصیفی که آقای دکتر فرهاد نیلی از وضعیت محیط بیرونی بنگاه‌های اقتصادی ارائه دادن بپذیریم که با یک چالش بزرگ، با یک کراکس روبرو هستیم، الان وقتی این است که فکر کنیم برای آینده مجموعه‌های خودمون، برای کسب و کارهای خودمون چه کار باید بکنیم. به عنوان یه فردی که در 2 مکتب دانشجویی رو تلمس کردم، مکتبی مکاتب استراتژی و از یک طرف در دنیای نوآوری و تکنولوژی، مجموعه مطالبی که میخوام خدمتتون عرض کنم شامل یه سری راهکارها یا توصیه‌های بسیار ساده هست که برای فکر میکنم برای شرایط امروز بنگاه‌های اقتصادی ما میتونه مفید واقع بشه. منتها قبل از اینکه به اون بپردازیم اجازه بدید فهم خودم رو از تاب‌آوری کسب و کار عرض کنم. اینکه بنگاه‌های اقتصادی در شرایط فشار اقتصادی و عدم قطعیت نیازمند این هستند که به تاب‌آوریشون فکر کنند که امری قطعی است. منتها این تاب‌آوری به معنی به هر قیمتی زنده موندن یا فقط زنده موندن نیست. خیلی از وقتا مدیران ارشد بنگاه‌ها فکر میکنن که باید منابعشون رو بلاک کنن چون شرایط داره سخت میشه، نباید هزینه کرد. باید اگر میشه و قانون یا شرایط یا عرف اجازه میده تعدیل نیروی انسانی رو در دستور کار قرار بدیم و این کار رو سریعتر انجام بدیم که بارمون سبکتر بشه و خودمون رو بتونیم تاب‌آور نگه داریم و الی آخر. من امروز میخوام بگم که اتفاقا اصلا موضوعی نیست. موضوع این است که منابعتون رو هزینه کنید، منتها هوشمندانه در جای مناسبش. منابع و نگه داشتنش که فایده نداره، حتی تبدیل کردنش به یه چیزایی که فکر میکنیم ارزش زمانی پول رو حفظ میکنه، مثل طلا و ارز و مسکن و اینا. ما که تو بنگاه‌های اقتصادی اونایی که داریم محصول یا خدمت تولید میکنیم، کارمون که ریل استیت نیست، ما که کار صرافی و اینا نداریم. ما باید بیزینس خودمون رو راه بیاندازیم و فکر کنیم که چگونه میشه این منابع رو در جهت بیزینس خودمون صرف کنیم. و نکته آخر این است که تاب‌آوری مرهون تلاشه. یعنی اگر میخوایم با این تعریفی که از تاب‌آوری ارائه کردم واقعا سازمانمون بتونه تاب‌آور باشه و در مقابل این بحران‌ها دوام بیاره و نه تنها دوام بیاره بلکه رشد کنه، باید تلاش کرد و بخشی از این تلاش‌های داخل بنگاه است و نتیجه زحمات شما مدیران ارشد بنگاه است و بخشیش هم در اختیار نهادهای حاکمیتی است. من البته با توجه به فرمایشات آقای دکتر نیلی و موضوعی که احتمالاً دوست و همکار عزیزم آقای مهندس جراحی بعد از بریک خدمت شما خواهند داشت، از این اسلاید خیلی سریع میگذرم، ولی نمیتونیم نادیده بگیریم، نمیتونیم از دولت مردا مطالبه نکنیم که شما باید در جهت تاب‌آوری اقتصاد که اثرش رو تاب‌آوری شرکت‌ها میذاره گام بردارید. مثل اینکه سیاست‌های موثری در جهت کاهش هزینه‌های بنگاه داشته باشید، مثل اینکه فراهم کنید زمینه دسترسی بنگاه رو به منابع انرژی، اطلاعات و الی آخر و مکانیزم‌های حمایتی به خصوص برای شرکت‌های کوچک و متوسطی که توان خیلی زیادی ندارن. ولی موضوع بحث من اینه، موضوع اصلی بحث ما اینجا بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارهایی هستن که شما اراده در کنترلشون دارید و میتونید با تلاشی که میکنید، با تمهیداتی که میاندیشید به تاب‌آوری اونها کمک کنید. همونطور که عرض کردم
تاب‌آوری شرکت‌ها در درجه اول مرهون مدیریت منابع است. ما باید منابع مالی و نیرو انسانیمون رو به خوبی و هوشمندانه اداره کنیم. بهره‌وری، پرهیز از سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و توجه به نیروهای کلیدی، اینا چیزایی است که به نظرم هر مدیری باید صبح که از خواب پا میشه در این شرایط از خودش بپرسه دارم در این زمینه چه گام‌هایی رو برمی‌دارم. دومین موضوع مدیریت ریسکه. شما نمیتونید ریسک رو به حداقل برسونید، ولی میشه مدیریتش کرد و کنترلش کرد در بنگاه. برای اینکه مدیریت کنیم ریسک رو، چه ریسک های مالی، چه عملیاتی، چه سایبری و الی آخر که بسته به کسب و کار و طبیعت کسب و کار شما بعضی از اینا وزنای بیشتری میگیرن، شما باید یه برنامه جامع شناسایی ریسک داشته باشید در سازمانتون و مهمتر از اون کمیته های ریسک رو فعال کنید. شرکت هایی که بورسی هستند طبق قانون حاکمیت شرکتی موظف به داشتن کمیته های ریسک هستند، ولی تا جایی که من اطلاع دارم خیلی ظاهری و تشریفاتی با این کمیته ها برخورد میشه. ما نیاز داریم که این کمیته ها رو اگر وجود ندارن ایجادشون کنیم و اگر وجود دارن جدی بگیریم و مسائل مربوط به ریسک رو درشون بررسی کنیم و براش تمهیداتی بیاندیشیم. در ارتباط با نیرو انسانی به طور خاص ما نیازمند آموزش هستیم. این ممکنه با شرایطی که الان درش قرار داریم اتفاقا در تناقض به نظر برسه. یعنی اینکه شما بگین که چرا باید این کار بکنیم؟ ما که باید منابعمون رو سیو کنیم، برای این شرایط نگه داریم. آموزش هزینه است، در صورتی که از دو جهت آموزش میتونه تو این شرایط به شما کمک کنه. اولیش و مهمترش این است که نیروهای انسانی ماندگاریشون برای سازمان خیلی از وقتا از حقوق و مزایایی که دریافت میکنن نیست، بلکه از اون سرویس های کناری است که بنگاهی که به نیرو انسانیش اهمیت میده و فکر میکنه که الان وقتشه که توانمندش کنه، میتونه در نگهداری نیرو انسانی نسبت به رقباش برتری داشته باشه. نکته دوم این است که ما معتقد هستیم و دنیا هم ثابت شده که این بحران ها ماندگار نمیتونن باشن. ما نمیتونیم صحبت از مکانیزم های تندرو و کندرو کردن. مکانیزم های کندرو ثبات دارن، ولی مکانیزم های تندرو یه پیک میزنن و بعد افول میکنن. ما این بحران رو رد کردیم، بعد میخوام چیکار کنیم؟ ما خودمون رو باید برای اون موقع آماده کنیم. در چه آموزش نیروی انسانی مهم هست، ولی شاید مهمترین از نظر من پرداختن به نوآوری است. نوآوری میتونه بهره‌وری شما رو بهبود بده. نوآوری میتونه مسیر شما رو به بازارهای جدید باز کنه. نوآوری میتونه از این توانمندی هایی که دارید، از نیروی انسانی، تکنولوژی، ساختار، شبکه‌سازی، به شما کمک کنه که به خلق ارزش افزوده بیشتر برای بازار در بازارهای متعدد و متفرق اقدام کنید و اینا چیزایی است که یه بنگاه میتونه انجام بده. منتها برای اینکه همه اینا رو جمع کنیم و بگیم که چه کار باید کرد، به ترتیب کدوماشون آسیب پذیری کمتری دارن. این مدل داره میگه بر اساس یک منطقی لایه‌های سپر دفاعی بنگاهه. میگه در درجه اول منابع مالی شماست که آسیب میپذیره. یعنی وقتی بحران حاصل میشه، مسئله‌ای که برای بنگاه پیش میاد این است که فروشش افت میکنه، نقدینگیش مسئله میشه، به خاطر اون وقت تأمین منابع و موادش کاهش پیدا میکنه و دچار زحمت میشه و الی آخر. در درجه بعد نیروی انسانیه که لطمه میخوره. وقتی که منابع کم میشه، وقتی که تولید متوقف میشه یا کاهش پیدا میکنه، وقتی که حقوق سر وقت پرداخت نمیشه، نیروی انسانیه که ترک میکنه سازمان رو و سازمان در درجه بعد از نیروی انسانیه که لطمه میخوره.
در درجه بعد شبکه‌های همکاریش از بین میره، چه شبکه‌های عمودی چه شبکه‌های افقی. در درجه اول شبکه‌های عمودی ساپلایراش هستن که یواش یواش دیگه نمیتونن تامین کنن یا نمیخوان که تامین کنن، چون ما نمیتونیم کامپنسیت کنیم. مواد دریافت میکنیم، بدهکاریم، دفعه اول تامین میکنه، دفعه بعد ولی دفعه سوم میگه تا وقتی تصفیه نکردی نمیشه. اون طرف توی کانال‌های توزیع هم میتونه مشکلاتی شبیه پیش بیاد. تو شبکه‌های افقی اونجایی که ما داریم همکاری میکنیم با دانشگاه یا با شرکت‌های مختلف، مراکز آرندی که داریم رو محصولات جدید کار میکنیم، همه اینا دچار زحمت میشن و آخرین جایی که آثار خودشون نشون میده تداوم کسب کاره. ولیو چین داخل بنگاه دان میشه، چون مواد اولیه وجود نداره، چون نیروی تخصصی ترک کرده، چون منابع مالی نمیتونه ساپورت کنه تولید رو و سازمان وای میسته. به همین ترتیب که عرض کردم باید به اهمیت اینا فکر کرد. باید به منابع مالی، به منابع انسانی و شبکه‌های همکاری فکر کرد. منتها چی کار باید بکنیم؟ این فکر باید از کجا شروع بشه؟ من میخوام به شما پیشنهاد کنم که از اینجا شروع کنید. چرا از اینجا شروع کنیم؟ ما که گفتیم اول جایی که آسیب میبینه مالیه، ولی من میخوام به شما بگم که شروعش از شبکه‌های همکاری باشه. شبکه‌های همکاری به شما اجازه میده که شیر کنید ریسورساتون رو، از منابع مالی و منابع انسانی. شبکه‌های همکاری به شما اجازه میده که ریسکاتون هم باشون شیر کنید. شبکه‌های همکاری به شما اجازه میده که قدرت چانه‌زنیتون رو در مقابل دولت بالا ببرید. یک شرکت به تنهایی نمیتونه این کاری انجام بده، ولی وقتی که این شبکه‌های همکاری در هر قالبی که فکر میکنید صلاح هست، میتونه قدرت چانه‌زنیش رو با نهادهای حاکمیتی از دولت و خارج از دولت بالا ببره. یه مثال عرض کنم. حدود 20 روز پیش 600 شرکت قطع ساز استان تهران که عضو انجمن قطع سازان استان تهران بودن دور هم جمع شده بودن. تو اون جلسه مدیرعامل خودروسازای بزرگ کشور حضور داشتن، چون همه میدونستن که اون جلسه مهمی است. از وزارت سمت، از وزارت کار و امور اجتماعی و از کمیسیون صنعت مجلس نشسته بودن. اونا هم میدونستن که باید تو این جلسه حاضر باشن، چون 600 بنگاهه و یک صدا میخواد درد صنعت قطع سازی رو بگه. اونجا قطع سازا گفتن که ما برای ادامه مسیر این شروط رو داریم. اگر این شروط رو شما رعایت نکنید، اگر از قیمت گذاری دستوری دست بر ندارید که بعد خودروساز دچار ضعف مالی بشه و بعد ضعف مالیش به صورت دومینو بیاد به سمت قطع سازا، اگر تخصیص ارز رو درست نکنید فرآیندشو و اگر نظام‌های مالیاتیتون رو اصلاح نکنید که اینقدر تو این شرایط به ما فشار نیارن برای پرداخت، ما 2 ماه دیگه تعطیل میکنیم. الان جدی داریم بهتون میگیم به اندازه 2 ماه هم بیشتر مواد اولیه نداریم. الان این تعداد رو گذاشتیم تو لیست این که اخراج کنیم، تعدیل کنیم. میخواهید با این بحران روبرو بشیم؟ ادامه بدید. اگر نه، دولت مردایی که نشستید الان داریم بهتون اخطار میکنیم. به خودروسازان گفتن پول از دولت میگیرید، نباید بذارید تو جیب خودتون. باید سهم ما رو بدید که ما این چرخ بگرده. در غیر این صورت صنعت خودرو میسته. وقتی که شما در قالب یه شبکه، یه تشکلی هستید کنار هم، میتونید قدرت چانه‌زنی بالا داشته باشید. خب حالا این شبکه سازی داستانش چیه؟ ادبیات، اسلایدایی که به انگلیسی هستن اسلایدای من نیستن، اینا تو ادبیاتن. ادبیات وقتی که راجع به نتورکینگ یا کلابوریشن صحبت میکنه، میذاره در مقابل 2 حالت اکستریم. یه حالت این است که همه اون چیزی که شما میخواید در
انترپرایز باشه. به این میگیم اینتگریشن. یعنی شما مواد اولیه میخواید خودتون تولید کنید، اون ماده اولیه رو هم خودتون تولید کنید و همینطور برید. این طرف هم تو کانال توزیع بریم تا نزدیک مشتری نهایی. یه سمت دیگهش بازاره، یه سمت اکستریم دیگهش میگه بسپر، آوتسورس کن و اینا مزایا و معایبی داره. حالا اون که مربوط به انترپرایز هست کنترله، ولی ترانزکشن کاستش بالاست. اون که مربوط به مارکته، شما کوردینیشن لازم ندارید، هر کی بهتر، هر کی ارزونتر از اون میخریم. امروز از ایشون میخریم، فردا. ولی یه مسئله‌ای داره و این بارگینینگ پاوره. شما نمیتونید از این فرار کنید. اون قدرت چانه‌زنی تامین کننده یا کسی که تو شبکه شماست بالاست. منتها یه کاری دیگه هم این است که نه خیلی به دید فروشنده یا تو بازار نگاه کنیم، نه بیاریمش داخل خودمون، بلکه کلابوریشن انجام بدیم. این هم فلکسیبیلیتی میده، هم به شما هزینه‌های ترانزکشن کاست کمتر میده. فقط یه مشکل کوردینیشن و منیجمنت داره که بخصوص در شرایط ایران یه کمی پیچیده است. این شبکه‌ها میتونن عمودی یا افقی باشن. شما میتونید با ساپلایراتون یا با بایراتون که تشکیل بدید. میتونه افقی باشه، میتونه با رقباتون باشه. شما میتونید همینطور که مثال قطع سازا، اونا خیلی هاشون رقیب هم دیگه بودن ولی دور یه میز نشسته بودن برای اینکه حرفشون رو با دولت بزنن. میتونه دانشگاه‌ها یا شرکت‌های دانش بنیان و اینا باشه. حالا میخوام از لنز نوآوری به قضیه نگاه کنیم و بگیم یه بخشی از این شبکه‌هایی هستن که به شما میخوان کمک کنن که نوآوری رو ارتقا بدید. وقتی که شما به شبکه‌های نوآوری میپردازید، منابع مالیتون در جهت این نوآوری هزینه میشه. اگر شما منابع کمبودی در منابع مالی، نیرو انسانی، تکنولوژی و غیره داشته باشید، میتونید از شبکه تأمین کنید. منابع انسانی اگر مازاد دارید، به جای اینکه اخراج کنید، میتونید ببرید به شبکه و با پارتنراتون به اشتراک بذارید برای مدت کوتاهی که شرایط دوباره بهتر بشه و همه اینا میتونه به نوآوری کمک کنه. این موضوع اوپن اینویشنه و اینکه شما وقتی که تو شبکه نوآوری هستید، هم ایده ها میتونه از جاهای مختلف بیاد، لزوما از درون بنگاه نیست، هم نتایج نوآوری میتونه تو یک شبکه‌ای بره. شما ممکنه به یه محصول یا خدمت جدید رسیده باشید ولی اون محصول یا خدمت جدید رو خودتون نتونید تجاری کنید. میتونید ببرید در یه شبکه‌ای با پارتنرها و تجاری سازی رو کمک کنید. به همین خاطر خیلی از نتایج تحقیقات میتونه بره به بنگاه‌های دیگه، میتونه بره به بازارهای جدیدی که شما نبودید ولی با پارتنراتون میتونید برید، میتونید هم توی همین بازارهای فعلیتون عرضه کنید. و اما نکته آخر، همه اینا میتونه بر اساس دو رویکرد مارکت دریون و ریسورس بیس اتفاق بیفته. برای شرایط بحران پیشنهاد ما این است که ریسورس بیس فکر کنید. ممکنه سوال بپرسید که چرا این پیشنهاد برای این شرایط مناسبه؟ ما فکر میکنیم که اگر شما به بازار و نیازهای بازار و فرصتهایی که در بازار هست اصالت بدید، ممکنه اون فرصتها نیازمند این باشند که منابع جدیدی رو کسب کنید. یعنی با منابع موجودتون نتونید بازار رو پاسخ بدید و این کسب منابع نیازمند صرف پول و انرژی و نیرو انسانی و ایناست و این ریسک رو بالا میبره. اگه اون بازار جواب نداد، اگه تحول بازار رو تغییر داد، میشه با این منابعی که جذب کردیم چه کار کنیم؟ منتها ریسورس بیس میگه از همین منابع موجودتون چگونه میخواید خلق ارزش بیشتر کنید. عملاً ریسکی که شما تحمل میکنید فقط ریسک شناخت بازار یا فرصتهای بازاره. منابعتون در دسته و اگر وارد شبکه بشید میشه منابع شما
و منابع پارتنرتون. نگاه کنید تو شبکه به ریسورس بیس، نگاه کنید به این روی کرد و ببینید از منابعی که خودتون دارید و پارتنراتون دارن چگونه میتونید به خلق ارزش بیشتر رو بیارید و انجامش بدید، محققش بکنید. و این کار شدنی‌تر است، شدنی‌تر از نگاه مارکت دریون تو شرایط بحرانه. خب برای اینکه وصل بشم به صحبت‌های آقای دکتر فاضلی همکار عزیزمون، میخوام عرض بکنم که همه اون چیزایی که گفتیم راجع به این سپرهای دفاعی و موضوع شبکه‌سازی و شبکه‌های نوآوری نیازمند رهبریه. یعنی این مطالبی نیست که شما بخواید از کارشناسا یا مدیران میانی که تصمیم بگیرن. این تصمیم مدیران ارشد سازمانه که با یکی پارتنرشیپ بکنیم یا نکنیم، روی این نوآوری سرمایه‌گذاری بکنیم یا نه، وارد بازار جدید بشیم یا نشیم. به همین دلیله که بحث رهبری بحث مهمی میشه و بحث رهبری 2 ساحت داره. یکی نظام رهبری است که ما ازش تحت عنوان نظام حکمرانی یاد میکنیم و 2 شخص رهبر. 2 عزیزی که بعد از من مطالبشون رو ارائه خواهند کرد صحبت میکنن راجع به این 2 تا ساحت نظام و ساحت فرد و امیدوارم که از مطالبشون لذت ببرید. خیلی ممنون.